سلام دوست عزیزم، امیدوارم عالی باشی. توی این آموزش قراره به نصب و راه اندازی مژول آیون کیوب بر روی لوکال هاست بپردازیم. چه از نرم افزار زمپ استفاده میکنی چه لاراگون، این آموزش به کارت میاد و مرحله به مرحله با من پیش بیا. خب آیون کیوب رو توی گوگل سرچ میکنیم. اولین لینک سایت خودشه که کاری باهاش نداریم. بر روی لودرز کلیک میکنیم تا صفحش برامون باز بشه. زمانی که صفحش برای ما باز شد، اینجا یک کادر بنفش رنگ ما داریم که روی زیپ آرشیو کلیک میکنیم. حالا اینجا به ما یه پاپ آپ نمایش میده که آیا میخوای آپدیت ها رو بعداً بهت نشون بدم یادآوری کنم یا نه، که ما نو تانکس رو کلیک میکنیم. روی نکست کلیک میکنیم. اینجا دانلود به صورت اتوماتیک استارت میشه و ما کافیه که استارت دانلود رو بزنیم و به همین راحتی فایلمون آماده شد. خب حالا اینجا اگر که ما اوپن رو بزنیم، فایل زیپش برامون باز میشه که اینجا دو تا فایل وجود داره. یکی ریدمیه که فایل تکست راهنماه و یکی هم لودره که اون راه اندازی نصبشه، که فقط کافیه این فایل رو بیایم اکسترکت کنیم. خب من اینجا از نرم افزار لاراگون استفاده میکنم. اینجا دکمه استارتش رو میزنم، ثبت میکنم آپاچی و MySQL هم ران بشه به صورت کامل و بعد روی دکمه روت کلیک میکنم. اینجا فولدر روت برای من باز میشه. فقط کافیه که بیام این قسمت از فایل زیپم، این فایل لودرم و اینجا بیارم و اکسترکتش کنم. حالا رینیمش میکنم، کنترل آ میزنم، کنترل سی میزنم که اسمشو به صورت کامل کپی کنم و میریم توی مرورگر. اینجا میام میزنم لوکال هاست اسلش و اون اسمو پیست میکنم و اینتر رو کلیک میکنم. خب حالا اینجا یه سری دستوراتی رو به من گفته برای این نصب که بیام انجام بدم. در اولین مرحله طبق نسخه PHP شما یک فایل زیپ رو بهتون پیشنهاد میکنه که باید دانلودش کنید. روی دانلودش میزنیم. به چه صورت؟ فقط کافیه روش کلیک کنیم. حالا اینجا دانلود میاد، به ما نمایش داده میشه و استارت میکنیم. فایلمون دانلود شد. اوپن رو میزنیم. اینجا یه سری فایل داره، دو تا DL داره، فایل DL 81 و 82 که اینها ورژن PHP هستن و اینجا هم دوباره یه دونه لودر دیگه به ما داده. ما تو این مرحله کاری به این لودر نداریم. باید چیکار کنیم؟ باید ادامه این دستورات رو پیش بریم. اینجا به ما گفته که توی C لاراگون بین PHP و فایل PHP شما فولدر exe بیایید و این فایل ها رو اینجا پیست کنید. حالا برای اینکه ما بریم به این آدرس، سریع ترین حالتش چیه؟ اون که بیایم توی لاراگونمون اینجا روی PHP و اینجا exe رو بزنیم که فولدرش برای ما باز بشه و حالا میایم از تو فایل زیپمون طبق دستور خودش اینجا بهمون گفته که 81 و فایل DLLش رو پیست کنید. میایم خیلی راحت 81 رو میگیریم، اینجا میکشیم و اضافهش میکنیم. حالا دستور بعدی اینه که بریم تو فایل php.in که مسیرش هم اینجا بهتون گفته. طبق همین مسیر میتونید برید یا دوباره راحت ترین کارش اینه که اینجا راست کلیک کنید PHP و php.in رو بزنید که باز بشه. گفته بود که پشت دستور زند باشه. یه دونه کنترل F میزنیم، سرچش میکنیم که خب ما میایم بازم سرچ میکنیم. اینم نه. اینجا میایم قبل این دستور ما دستورمون رو قرار میدیم. حالا دستورمون چی بود؟ این از اینجا کپی میکنیم و این قسمت میایم و پیست میکنیم به این صورت و فایلمون رو با کنترل S ذخیره میکنیم که البته تفاوتی هم نداره و میتونید این بالا بیاید و پیستش کنید. برای مثال اینطوری من اینو از اینجا پاک میکنم. در نهایت کنترل S میکنیم و برمیگردیم به لاراگونمون، استاپ رو میزنیم. حالا دوباره استارت میکنیم و بریم صفحه لودرمون رو رفرش کنیم و نتیجه رو ببینیم. خب اینجا میایم رفرش رو میزنیم و به همین زیبایی لودر اینستالید نصب ما به صورت موفقیت آمیزی انجام شد. ورژن 13 PHP 81. اینو توجه داشته باشید که برای PHP های مختلف باید لودر خودش رو نصب کنید و دقیقاً همین پروسه رو پیش برید. مرسی که تا اینجا آموزش همراه من بودید. ممنون میشم کامنت بذارید، نظرتون رو بهم بگید و آموزش های بعدی رو حتما دنبال کنید. روز و روزگار بر شما خوش.